عروسی حسام فرزان با علی انصاری در تاجیکستان. علی انصاری با واقعیت با حسام فرزان ازدواج کرد. رابطه عاشقانه و پنهانی حسام فرزان با علی انصاری بالاخره برملا شد. آهنگ جالب و پربیننده علی انصاری و حسام فرزان و انتقاد آهنگ قرصک علی انصاری از طرف مردم افغانستان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. علی انصاری هنرمند خوش صدای افغان. علی انصاری در یک خانواده هنری دیده به جهان گشود. در سن طفولیت افغانستان را به مقصد آلمان ترک کرد. علی انصاری بعد از ازدواجش از کشور آلمان به انگلستان رفت و در آنجا با همسرش زندگی خوبی داشت، ولی همسرش همیشه مخالفت با هنر موسیقی علی انصاری داشت. علی بعد از جدا شدن از شوهرش توانست آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر کند. علی انصاری اکنون طرفداران و منتقدان بیشماری در هنر موسیقی دارد و زحمات و تلاش‌های فراوانی برای نشر آهنگ‌های جدیدش برای طرفدارانش همیشه به خرج داده است. علی انصاری با حسام فرزان هنرمند جوان دیگر در رابطه عاشقانه بوده است. این روزا تصاویر علی انصاری با حسام فرزان نشر می شود که این دو با هم ازدواج کردند، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. حسام فرزان در کشور کانادا زندگی می کند و همیشه آهنگ‌های جنجالی و ریمکس با علی انصاری نشر می کند. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزدان تمنا دارم. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله یزدان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیدتان را به الله منان سپرده شاد و خرم باشید.